بازم به سایقل دادستیم همه کسا اینا با کجای ده نباشه اینا بیرون ده دختران باید ما همه خیلی لباس های چیزی ملی دختان در کنه باید استفاده بریم همه وقت ما باید شوک ملی بشیم شوک ملی را ترسیم روشیم که پسمانده ما نبیروی ما باید دختراتون هم همین هنر آموختگی هستین؟ شیراز میدوزن نقش میدوزن همه هنر دارن خدا را شکر. اپا چند فرزند دارید؟ 8 فرزند بود خیلی بچم چیشید 7 دارم. چند بچه چند دختر؟ 3 بچه دارم خونه دار دردار در مکتب تدریس که مکتب بچه کلونی خون 5 فرزند دارن در سبخوزی و حاضر امیر ایام در خودش خونه دار داره فرزنداش در مکتب 17 میخونم خیلی باید پسر دیگری دیم پسرم 2 فرزند داره اینا پسر خودش در درسیه هست چی سبب شد که فرزند دار بچه خود رفتن؟ چی سبب شد که شما فرزند دار خدمت رفتن که شما شخصیت و دیلی که خودتون بخیلی چی خودتون رفتن؟ او چگاه بعد جنگو چخیل بود همه به همی خویش خود میرن اینایی و صنفی 9 داره خوندن رنی زنوی برم همش رفته گرم یک خیلش کلخوزچه یک خیلش دیخونه میرم خب حضور در من در کلینه یک تاش جدا سه کلینه اما که شما همچه مادر با کدوم راه و واسطه توانستین که این کلینه در این خونه زندگی کنم بازی به همه معلومه که یک کلینه در خونه نمیستن یک تاش هست موشکه دکورا نگاه داره نیامد وقت نداشت ما همین 3 کزاریه خونه 15 سال استید یعنی 3 زنی و 8 فرزنده باور کنی ما یک خیله نگاه میکرد خشتامن بود خستران بود با خشت تاور مهمون بود کدیم این همی یک خونه ما چین این همی کرو 2 متر چند کنم من همی خونه در زندگی میکنم یک تا دیگه در یک تا دیگه در اوزنی بر باور کنی میشه وقتی که همی کلینو یک اخترکای جوان به خونه شما قدم موندن به کمبودی بودن؟ نه داشتن نه که من خیلی نه کلین دختره ما گفتم که کلین من خوندگی میگیریم که خیلی نصیبه نبوده خیلی دختر خالم بود گرفتم بازی 5 فرزند بود خدا شکر بچهش استودیت قدیمه اجاره دروی برای رفتن همه هنر باید بروی زنک وقتی که دختر به شوهر من مبارزه میبری در خونه داری مبارزه میبری قطعی زندگی جنگ جنجال بکنی مبارزه میبری که من فعال باشم همه ایوده کار برو ما ایوده فرزند برو باید که زن ما زن قابل باشه مادرها به اهمیتی میکنن چیزا در خونه شوهر آمدی او چیز آوردی از شوهر میشود ای خونه دار میشود این چیزی نبود برای چیز جنگ این کار نکرد خونه دا میگیرن این برای همه جنجال خیلی نه همه خیلی هرمن میکنی عزت میکنی باید پیش بخیزی ها توفتن خدمت وطن کدگی همش میخونه تلزیزی در خونده حاضر بچم خیلی کار میکنه اینا 5 فرزند در زوقاز وقت دیدو کرد ایده تش قطعی رسیده سیمگین دختره کار میکرد خدا را شکر حاضر تدگانی دارد تداش در زوقازی وقت پسرم جدای کوشش کرده هم بچه هم کجایین کوشش کرد که کاپرت بسازه وقتی من او قطعه میکنم شما تشکیل شد همه کسا حشر کردن با همه قشلوقه که نه قشلوق بود کاپرت ساخته برای طلبای همون مکتبی هستن از جماعت کدن کم میدادن بخش نگاه میکردیم وقتی اول وقت امی کلینای پیشینه ای حضیرینه یکون فرق دارن؟ کلینای پیشینه ای حضیرینه یکون فرق دارن میگه بچه هوش هستن آبادی میدارن اتوب میکردن میبرن میپشدن میره او خودم سیاست بعد را چی بگو من؟ سیاست خودت نزدن؟ یه خیلی دختر خوبه وقتا هم که بود که این استودمون خوند همه خوندم که بود بعد جنگ برادر بابا میبرند با که ماشین را نمیشه اختر اینو بچه رو خونم 4 سال 5 سال
کم شوه چی باید کنیم؟ کویا مسئولیت ممته؟ نگاه جنجال مات کیجیا مات همه شرانه مات کیجیا همه ها بدگی پیش نمودم پاسا خواستم که نمونم زهرا میگیرم با میه نمیخونم با کنده و ودریده با میه نمیخونم حالی مرا برا بیبی 8 در خونه های بچه میقدر کی یک کلونه یک بچه آی راسیه بسترم دو تاش در راسیه ها نواز هم یه تجویزم در راسیه ها سرشون بگیرم حقی رو بگیرم تربیه حرمت یا تای دو تای خونه پدر مادر دیگه نمیخونجام حرمت کردن در خدا معلومه جون نمیخواد کل نمیخواد تنه گم کلینی دسته یا گم کلینی بچه دوسته یا عجب خیب جنمی نیوی من میگه نمیتمی دارم دیگه اونجا میرم دادم موزگی اکام موزگی بچه هاش بچه جان یک توفه نوچیز اینمی ما شما در نویرون یا است دور بخی یا دوست با خونه خود اینا همین پروردگار هم پرزنت ما را برکت در کجای نباشه خور زارش نکنه پروردگار در بالای سر ما سویمان باشه بازم عمر درازش بده عید عمری به فیض با برکت قطیف بچه‌هاش دختراش نوساش حوساش همه قرارها را خشو میکنه همه دولت زولت پیش میبره همه قطع میسازه همه قبرهای ما غمخوری میکنه پروردگار اخبارش نکنه همه تا دولت سلامت باشید